گفت این پولو بگیر برام یه X4 بخر، اما برام مهمه که ماشین دست مصرف کننده باشه. با هزار امید آرزو زدیم بیرون. ماشین اول تنها حسنش این بود که ماشین بود، از دور دل میبرد، از نزدیک زهره. وضعیت فنی، ظاهر، تایر جالب نبود. خط دور بدنه و از عقب یه تقه. گفتیم مالک چشماشو ببنده تا فرصت کنیم دریم. ماشین دوم عالی بود، اما مالکش رو راست نبود. به ما نگفت که در صندوق ماشین رنگ داره. به خاطر همین رفتیم سراغ ماشین بعدی. این ماشین هم آس بود، هم از اول دست یه نفر بود. بعد از بررسی بدنه تک تک آپشنا رو چک کردیم. 0 تا 100 فنی بررسی شد، تست واشر پاس شد. بعد از تایید خریدار بازی تازه هارد شد. ماشین رو آوردیم تو مجموعه تا تست تخصصی نهایی انجام بشه. با وجود اینکه این ماشین 2 بار کارشناسی شده بود، برای بار سوم چپ، راست، بالا، پایینش رو چک کردیم. با دیاگ تخصصی خود BMW هم ماشین رو تست کردیم. دیگه هیچ مشکلی برای انجام معامله وجود نداشت. خرید خودروهای آلمانی تخصص ماست. پس رفیق، پیج ما رو فالو کن، چون آرزو می‌کنیم خریدار بعدی تو باشی.